سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که این هفته خیلی خوبی رو داشته باشین و کلی خوش بگذرونین و براتون سرشار از موفقیت و خوشحالی و سلامتی باشه. موافقین که بریم سراغ قسمت 6؟ پس بزنیم بریم. امروز میخوام یکم راجع به ساختار مغز باهاتون صحبت کنم که به نظرم خیلی مبحث مهمیه. مغز ما تشکیل شده از یک تکرار کننده ساده‌لوح و یک رئیس زرنگ. این همون دو بازیگر اصلی ذهنه که انتهای اپیزود 5 قرار شد بیشتر بشناسیمشون. حالا براتون توضیح میدم که یعنی چی. بیشتر قسمت مغز ما ساده‌لوحه، چون مثلا موقع سیگار کشیدن به خطراتش مثل سرطان ریه فکر نمی‌کنه، یا قبل از ورزش کردن به مزایای داشتن شکم 6 تیکه توجه نمی‌کنه. خبر بدتر این که این قسمت قدرتش خیلی زیاده و میتونه مسیری که پیش گرفته رو تو طولانی مدت ادامه بده. اون الگوها رو تشخیص میده و تکرار میکنه مگه اینکه خلافش بهش گفته بشه. به این قسمت مغز میگن غده قاعده‌ای. خب گفتیم مغز یه قسمت دیگه‌ای هم داره که در عوض خیلی زرنگه. اسمش قشر پیش‌پیشانیه و پشت پیشونی قرار داره. این قسمت مثل رئیسیه که قادر به درک مزایا و عواقب بلند مدت کاری هست و توانایی اینو هم داره که قسمت غده قاعده‌ای رو از کار برکنار کنه. یعنی همون قسمت ساده‌لوحه. البته این قسمت تفکر و تصمیم گیری کوتاه مدت رو هم کنترل میکنه. غده قاعده‌ای و قشر پیش‌پیشانی دو ابزار حیاتی تغییر عادت هستن. دکتر دیوید نول میگه همه جای مغز به جز قسمت پیش‌پیشانی مشخص میکنه که این چیست، در حالی که قسمت پیش‌پیشانی بر چه میتوانست باشد تمرکز دارد. تنها راه برای ساخت عادت هم اینه که به قسمت‌های دیگه مغزتون یاد بدین که چیزی که قشر پیش‌پیشانی میخواد رو انجام بدن. مثلا قشر پیش‌پیشانیه که در مقابل وسوسه خوردن کیک شکلاتی مقاومت میکنه، یا میخواد ما زبان انگلیسی یاد بگیریم، یا خوش‌اندام باشیم و آرزو میکنه که یه روز یه کتاب بنویسیم. اون همون قسمت خودآگاه مغز ماست که شخص خودمون تلقی میکنیم. حالا مشکل اینجاست که قشر پیش‌پیشانی خیلی زود خسته میشه. میدونین دلیلش چیه؟ چون عملکردش خیلی قویه و یه مصرف کننده بی‌رویه انرژیه که ما رو زود خسته میکنه و زمانی که خسته شیم یا همونطور که قبلا هم توضیح دادم دچار استرس بشیم، قسمت تکرار کننده وارد عمل میشه. غده قاعده‌ای از اهداف والایی که مختص انسانیت آگاه نیست، اما یک تکرار کننده الگوست که به طرز بهینه‌ای انرژیمون رو ذخیره میکنه. پس اگرچه ممکنه مثل قشر پیش‌پیشانی زرنگ نباشه، اما بخش فوق‌العاده مهم مغزمونه و به محض اینکه قشر پیش‌پیشانی یاد بدیم که به طور خودکار رفتارهای مثبت رو انجام بده، تبدیل به قسمت مورد علاقه ما میشه. خب لازمه که ما یکم بیشتر در مورد قشر پیش‌پیشانی اطلاعات کسب کنیم، اما به نظرم چون خیلی مبحث مهمیه میذارمش برای اپیزود بعدی که خیلی مفصل اونجا براتون توضیح بدم که دقیقاً چی هست و چی کار میکنه توی مغز ما. خیلی خوشحالم که این قسمتم گوش دادین و با هم همراه بودین. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین و تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.